عزیزان سلام، انشالله جور صحتمند باشین دیگه. رای طرف جلال آباد دیگه با بچهای رفیقای دیگه آجی صاحب که راننده اسمه دیگه پشت سرم کربلایی. سلام به بینندگان. آقای چی میشه؟ فامیلی چی؟ آقای میتری. انشالله که جور صحتمند باشی، یک سفر خوش داشته باشیم. یعنی دیگه آقای قاری صاحب هم اینجا دیگه قدیم سبیل کلوف گیره دیگه میخوره جای دوستا خالی دیگه. بریم کجا بریم؟ کربلایی. والا ما خبر ندارم، نرفتم هم دیگه. میگم ماهی پرش هم خبر ندارم که چی بریم بخاطر طرف جلال آباد. من عزیزات دیگه کاملی چاخان جلال آباد میشه تقریبا آقای میتری سه. دیگه انشالله عزیزان دیگه ویدیو رو بیننده باشین دیگه. میریم طرف جلال آباد دیگه، از رام ویدیو برای شما عزیزان میگیریم دیگه. انشالله جور صحتمند باشین دیگه. این طرف هم دیگه جمشید جان دیگه. جمشید جان چی گفتنی داری؟ سلام خدمتی تمام دوستان. والله جمشید گفتنی خاص نداره. دیگه خوشحالم دیگه. زیا جان کجا رایی؟ مریم خوندی عزیزان دیگه برنده از این ویدیو اسم باشین دیگه. از راه ویدیوهای قشنگ برای شما میگیریم دیگه. برای اولین دفعه که بریم این مسافرت و میریم طرف جلال آباد بگیریم که چه رقم است دیگه. خیلی تعریفات شنیدیم دیگه باید ماهی جلال آباد رو بخوریم دیگه امروز دیگه. انشالله با ما باشه دیگه. فعلا بای بای. عزیزان سلام، انشالله حالتون خوب باشه دیگه. مسیر راستیم دیگه. یه ماجیه دیگه. اینجا استاکدیم برای چند نفر محترم سرچنه دیگه. بچه همون خودت نشدنی و ما میگیریم دیگه. خیلی جای جالب طرف راه جلال آباد هستیم دیگه. میریم دیگه پیش میریم ببینیم جای دیدنی برای شما از ویدیو میگیریم دیگه. جور صحتمند باشین دیگه عزیزان دیگه.
میریم پیش میریم دیگه بخیر. دیگه کربلایی چی گفتنی داری؟ در کجا هستیم؟ جان در کجا هستیم؟ چی گفتنی داری؟ سلام احتمالی چی بگم دیگه سرک جلال آباد من کوتالش دیگه ان شاء الله که پایین رسیدیم دیگه. از بالا آمدین نه؟ بالا آمدیم بله دیگه از زاوش کردن. بله دیگه آخرین گلایی که در قاف کل داشتیم ان شاء الله از سر کوت. عزیزان دیگه از بالا آمدیم، از بالا از اینجا آمدیم ایتا چرخ خوردیم از این سو آمدیم پایین دیگه اینجا هم تو پایین شدیم برای یک نوشیدنی یکان آب ما بشا بگیره دیگه باش که ما بریم که حال موتر نه از پایین هم یک ویدیو بگیرم برای شما عزیزان ببینیم این راه مسیر راه جلال آباد چطوری هست دیگه عزیزان میبینید خیلی جالبه این راه واقعا جالبه دیگه ببینیم چطوری پیش بریم واقعا جالبه این سرک از داخل از او تونل برو میشه موتر از اینجا مایه بالا از اینجا هیسومیه باز از اینجا پایین میشه اینجا مالک بچه هاش تا یک تفریح مونن باز از اینجا بخیر ماریم دیگه طرفی پیش ببینیم چطوری هستن در کجاسته؟ خدا درسته سالن گیریده یا خاناباد واسه طرف جلال باد بریم دیگه عزیزان دیگه یک جای دیگه انشالله دیگه صحتمند باشین دیگه سر دیگه در مسیر راستین دیگه بخیر بریم دیگه طرف جلال آباد دیگه واقعا یک سرگاهش خیلی جالبه در بین کوسی منی جگافشار هم هست انشالله از سربه بچه ها بیایم دیگه خیلی یک جای لوکسی هست دیگه انشالله دیگه یک روز شما را بینگرین دیگه بین از این مسیر از راه دیگه دیدن کن بخیر افغانستان هم انشالله دیگه روز بهتر شده ماره دیگه انشالله که بهتر هم شون از این بیشتر دیگه کربلاییم کسی مال دیگه از لذت مبرزی آب و هوا
عزیزان سلام، انشالله حالتان خوب باشه. دیگه اومدیم در مسیر راستیم دیگه، یک جای استا کردیم سر چاشت دیگه اینجا قراره دیگه یک ماهی سفارش دیدیم دیگه، ماهی های جلال آباد دیگه در نام است دیگه انشالله دیگه. بولا بیایی طرف بیاد ویدیو بیایی. آدرس کجاست بولا؟ سلام علیکم بولا جان. دهایچی چیز که وردک ماهی پزی آفرین خیلی هم عالیه. ماهیارم خود ما سفارش دادیم از جیست اسکوت بود. آره کیلوی 300 چند 50 حساب کرده نداریم. آره بعد دوباره خود از ما حلال کده و خود از ما خودیم شوشتم و دیگه شوش دادم. دیگه از لحاظ بهداشتیش دیگه خود از ما دیگه کارایش انجام دادی دیگه. انشالله ببینیم چی رقم دیگه باز دیگه مایای جلال آباد دیگه در نام دیگه بوله دیگه عزیزا دیگه. دیگه اینجا دیگه خیلی یک جای تمیزه، خیلی یک جای زیبایی هست دیگه. با ما باشین دیگه عزیزان دیگه. عزیزان دیگه برای جلال آبادیم یک جایی که اینجا خیلی یک آبشار خیلی قشنگ هست دیگه. قرار ما بری آبشار رو سری کنی دیگه. بقلا خیلی شیلنگشیه، خیلی لوکسه دیگه. باشی آبشار رو سری کنیم چه رقم هست دیگه. عزیزان میبینید دیگه قراره دیگه آبشار بریم یا بغلا هم خیلی شیلنگشیه. آب چطوره؟ آبشار چطوره؟ حالا خیلی هوش بویش چیز شمایه والا چی آبشار نام خدا مایلیو دیگه. عزیزان دیگه چی یک آبشاریه اینجا ماشاءالله. آبشارم چی آبشاری دیگه. بریم این آبشار رو بینگرنیم ماشاءالله ماشاءالله. چقدر لوکسه ای. چی یک آبشاره اینجا